بر اثر سقوط یک هواپیمای باربر شرکت ترکی در اطراف فرودگاه بین‌المللی بیشکک پایتخت قرقیزستان حداقل 37 نفر جان باختند. اکثر قربانیان حادثه ساکنان محلی بوده، در بین فوتیدگان 6 کودک نیز هستند. مقامات قرقیز گفتند هواپیمای نوی بوینگ 747 صبح 16 ینور چند کیلومتر دورتر از فرودگاه مناس در منطقه دچسوی ناحیه سوکولوکسی ولایت چوی سقوط کرده است. به قول مقامات قرقیز این هواپیما از هنگ کنگ به طرف استانبول میرفت و میخواست در فرودگاه بین‌المللی مناس سوزشواری بگیرد. مسئولان دفتر مطبوعات فرودگاه مناس گفتند هواپیما در یک منطقه اهالی نشین سقوط کرده است و حداقل 23 خانه به کام آتش رفتند. تلاش‌ها برای خاموش کردن آتش که بر اثر سقوط هواپیما به میان آمده است ادامه دارد. بخش قرقیزی رادیو آزادی نوشت در پی این صدمه فرودگاه بین‌المللی مناس به طور موقتی بسته شده است. هنوز سبب‌های این حادثه معلوم نیست، اما بنابر تومانی قفز در منطقه دیدن بسیار محدود و مشکل بوده است. طبق گزارش‌ها از هیئت پرواز تنها یک نفر زنده مانده است.